استاد میگم چه ارزای خیلی مثلا واکنش هیجان بالایی دارن مثلا به والا جز الان یورو یو اس دی. یورو یو اس دی و طلا بالاترین درجه رو داره. بعد جی بی پی یو اس دیه. بعد خدمت ترس کنم که یو اس دی کد. اینا هیجانات بالایی داره. بالاترین هیجان و چیز داره. خدمت ترس کنم که طلا. ولی اگر یورو یو اس دی رو مثلا با 100 میخوای وارد بشی، چیز طلا بهت 100 ورود نمیده. مثلا بر فرض مثال اگه با 500 میخوای وارد یورو یو اس دی بشی، طلا رو باید 100 وارد بشی، چون عملا ارزیابیش 5 برابره، چون بر اساس اونسه. مثلا اگر شما 5 پیپ ضرر بکنی توی طلا، برابر با 25 پیپه. اولا حساب کنید 5 ضرب در 5 میشه. متوجهی؟ این اتفاقیه که با حواست باشه. ولی تنها توصیه‌ای که میکنم اینه که شما روی یه جفت ارز تمام تجربیاتتو بذاری رو اون، تا تمام زوایاشو بشناسی. مثلا چه ساعتایی چه کاری میکنه، چه حرکتایی انجام میده، چه سیستمی انجام میده، که بتونی نتیجه های خوب بگیری ازش. اینجوری. درست. خب حالا الان به من یه توضیحات کامل بده از این که الان فرض کن میخوای شما وارد پوزیشن بشی. قشنگ به من توضیح بده که چیکار میخوای بکنی. مثلا اگه بخوایم دقیق توضیح بدیم، خط کلا روند ما الان نزولیه، در حال نزول. فروشنده هامون زیاد شدن، مهم. داره از آره دیگه دارن میفروشن، همشون سل میگیرن. خب سلو از کجا باید بگیری؟ ببین داره از نقطه کجا الان بهتون بگم؟ ببین از رو قیمت بگو. الان باید روی این قسمت بیای وارد سل بشی. خب نقطه ای که هستش یعنی خب شکستش انجام بشه. درسته؟ ببین آره. اینجا یه شکست انجام شده. خب حالا ما میریم توی چیز، اجازه بده، توی تریدینگ ویو. من تریدینگ ویو رو چیزش کنم برات، بیارم رو صفحه. یه لحظه اجازه بده. تریدینگ ویو رو من اینجا نمیتونم. اوکی. خب الان داری تریدینگ ویو رو صفحه؟ اه، آره الان صفتون رو دارم. خب خب نگاه کن. نکته این که اینجا وجود داره روی تریدینگ ویو. خب پویا هم ملغا خب شد. آقا پویا آره. صدامو داری؟ خوبه، یه صدای ضعیفی میاد. حالا سعی کن قوی ترش کنی. خب نگاه کن الان اینجا. ببین ما توی 1 ساعته رو میایم نگاه میکنیم. درست شد؟ خب این درست. 1 ساعته رو ببین اتفاقی که افتاده. یک گام اومده رنج شده رفته گام دوم. یعنی عملا سقف دامنمون توی 1 ساعته، اگر من اینجا رو نشون بکنم، اینترنت ضعیف شده مثلا. ببین اینجا این سقفمونه دیگه. درسته؟ یک گام اونم بله دوم درست. اومده. خب الان این یه دونه کندل قرمزی که زده، میتونیم بگیم روند نزولی شد به واسطه این دو گامی که نه اومده بالا. ولی چه اتفاقی افتاده؟ توی 1 ساعته اومده نشونه یه حرکت به سمت نزوله. من اگر بخوام توی این یه تیکه سود بگیرم، باید اینو حواسم باشه که این اتفاقی که داره براش میفته چیه؟ اتفاقیه که احتمال اصلاح بیشتر هست. پس باید با سیو سود حرکت بکنم. یعنی من تو اصلاح بگیرم، ولی تصورم بر اساس این نباشه که نزولی میخواد بشه من بگم آقا تا اینجا احتمالش میاد. نه، ممکنه بیاد یه ذره پایین‌تر دوباره برگرده بالا. پس عملا باید سیو سود درست. بکنم. الان اینجا توی 5 دقیقه
این شکسته انجام شده. درسته؟ اینجا شکست انجام شده، داریم میشکونه میاد به سمت پایین. خب تا کجا من وایسم؟ ببین خب اگر اینجا من وارد بشم تو این قسمت، درست شد؟ تو این قسمت اگه وارد بشم، اول تا اینجا میام سیو سود میکنم چون رو مووینگ هم هست. عملا اتفاقی که میفته رو مووینگ میتونیم نتیجه بگیریم. بعد سیو دوممو کجا بزنم؟ روی این خط دیگه، درسته؟ تو خط فیبوناچی دیگه. درست. اگر اینجا شیکون تا این پایین رو بگیرم، بعد تا این پایین رو بگیرم. حالا الان سقف و کف اینو ما مشخص کنیم. اینجا سقفمونه، اینجا کفمونه توی 5 دقیقه. حالا اینترنت ضعیف اصلا جواب نمیده. یه لحظه اجازه بده ببینم جواب میده. نگاه کن اینجا روی این قیمت 1.07277 درست شد. ما اینجا اگر چیزا در نظر بگیریم 1.07277 کجا میشه؟ بیا اینجا ببین 7277 درست روی این خط چیزمون میشه، خط گاممون میشه. میبینی؟ درسته؟ درست. پس آره. یک گام اومده اینجا رنج شده رفته برای گام دوممون. حالا سقفمون هم مشخص میکنیم. ببین این سقفمون درست شد. بذار من این زیگزاگ هم پاکش بکنم. اینم این قسمت کف معاملمون. میارم میشینه یه ذره بالاتر. اگر بخوام قشنگ گام و دقیق اندازه بگیرم اینجا، اینم یه ذره پایین تر. این شد گام اصلی ما، درست شد. پس تو این فضا میشه گام بالاییمون، یعنی اومده اینجا رفته تو گام بالاییمون. حالا یه خط وسط اینو میندازم، درست شد. این میشه یک گام، این میشه دو گام. حالا میریم توی 5 دقیقه. ببین الان اگر من اینجا شکست انجام شده باشه، اینجا شکست انجام شده، میاد تا گام اولمون. بعد اگر شیکون به سمت پایین میاد تا گام دوممون. اینجا ما باید منتظر این باشیم که بشکنه بره به سمت پایین. اگه اینو بشکنه دیگه روندمون نزولی شده. ولی الان توی این قسمتی که هستیم ما درست نقطه‌ای رو وارد شدیم که اینجا خط شکستمونه. بعد یه کانال تشکیل داده اینجا، فعلا زیر کانالمونه، زیر مووینگه. پس میتونیم بگیم که ما موقع وارد سل بشیم بتونیم نتیجه بگیریم. کجاها سیو سود میکنیم؟ رو خطای فیبوناچی که تشکیل شده، درسته؟ بله درسته. خب حالا میایم روی صفحه چیزمون، اسمش چیه؟ میایم روی متا تریدر. بذار من متا تریدر رو بیارم. این هستی. خب الان ما میخوایم وارد پوزیشن بشیم. میام یه بررسی میکنیم. میریم توی قصه اینجا، توی این قسمت. یه لحظه اجازه بدید من اینا رو بیارم. تصویر داری؟ آره الان داریم. خب ببین الان ما میگیم که اونجا زده 3300 تا، درسته؟ 3300 تا. اینم ریسک 2%. 10 پیپ هم میایم براش چیز در نظر میگیریم، حد ضرر در نظر میگیریم. چقدر به ما داده؟ 0.66، درسته؟ 66. بله درست. خب حالا میام اینجا اخبارم یه نگاه میکنم. بذار صفحه اخبارم بیارم براتون. اخبار فکر کنم 40 دقیقه دیگه خبری نباشه. آره اونم یه چک میکنیم. اخبارم یه چک میکنیم. ما اینجا میایم اکونومیک کلندر.
بذار بیادش صفحه. بعد استاد یه سوال دیگه، سی پی آی به چه معناست؟ مثلا تو تمام خبرها میگه سی پی آی سی پی آی، ببین حجم سی پی آی CPI مثلا پایین اومده بالا. شاخص اصلی اقتصادیشونه که بر اساس CPI شما روند رشد اقتصادی اون سیستم رو داری. بعد حالا هر کدومو نتونستی، الان صفحه اومد دیگه درسته؟ هر کدومو نتونستی متوجه نه بشی اینجا تبدیل به فارسیش میکنی. ببین اومده یا نه؟ درست. نه هنوز صفحتون بالا نیومده. الان بذار یه بار دیگه بذار شیرش کنم. اومد الان؟ آره. خب ببین نها کن، الان شاخص CPI به زبان انگلیسیه. مثلا اینجا ببین 3 ستاره ما داریم، بر فرض مثلا اینجا بذار ببینم، اصلا فرض کن ببین اینجا رو میبینی تو این قسمت. خب آره. تو این قسمت زده مثلا بر خب فرض کن CPI. الان شما اینو نمیدونی چه شاخصیه، میای فارسیش میکنی. درست. بذار فارسی بشه. ببین نمیشه شاخص خورده فروشی، درست شد؟ شاخص قیمت صادراتی، شاخص قیمت وارداتی. حالا میخوای مثلا بر فرض مثال خورده فروشی اصلی رو میخوای ببینی چه ماهیتی داره، روی اینجا یک کلیک بکن روش، تا صفحه باز شه. ببین اینجا کامل توضیح داده که این شاخص چه تأثیری میذاره. بذار فارسی بشه. الان اومد؟ نه هنوز. خب میبینی نوشته خورده فروشی اصلی تغییر در ارزش کل فروش در سطح خورده فروشی. میبینی قشنگ نوشته رو یا نه؟ آره. خب سب کن اومد. اومد صفحه؟ نه هنوز. خب ادامه صفحه. اومد داره؟ آره الان اومد. خب میبینی اینجا کامل توضیح داده خورده فروشی اصلی تغییر در ارزش کل فروش در سطح خورده فروشی در ایالات متحده به استثنای خودرو را اندازه‌گیری می‌کند. این یک شاخص مهم برای هزینه مصرف کننده است و همچنین به عنوان یک شاخص سرعت برای اقتصاد ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود. میگه بالای قرائت بالاتر از حد انتظار به عنوان مثبت، پایین‌تر از حد انتظار به عنوان منفی. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجا
میبینی پیش بینیش 2 صدم بوده شده 6 صدم. پس یعنی چی؟ یعنی دلار میریزه پایین. پس اگه یورو یو اس دی بشه یورو میره بالا. همین اتفاق هم اینجا افتاد دیگه، یورو رفت بالا. درسته؟ خب درست. حالا اتفاقی که ما الان میخوایم اینجا ببینیم، ببین کاری که ما میکنیم اینجا میایم خبر رو چک میکنیم. بذار خبر رو چک کنیم. الان خبری که سر رامونه یه 34 دقیقه دیگه یه خبر داریم، ساعت 9:30 هم یه خبر داریم. پس فعلا سر رامون خبر خاصی نیستش. درسته؟ نیست. آفرین. بله درست. پس میریم سراغ صفحه اصلیمون. متا تریدر میخوام یه پوزیشن باز کنم. بریم یه پوزیشن باز کنیم. خب الان ما توی موقعیتی هستیم که میتونیم سل بگیریم. درسته؟ خب پس یه خود صبر کنیم، بذار این کندله ببینیم باز چه وضعیتی رو انجام میده. الان 1 ساعته شکستش انجام شده، 3 دقیقه دیگه میخواد اسمش چیه، کندلمون عوض بشه. احتمال داره که کندل یه صعود بکنه. پس وای میسیم بزنیم این کندله 3 دقیقه دیگه تکلیفش روشن شه. اینجا هم که 5 دقیقه ما داریم نگاه میکنیم، رسیده به یه خط حمایت، احتمال داره از اینجا برگرده بالا. نظرتون چیه؟ جانم؟ میگم الان اینجا یه خط حمایت تشکیل داده توی این قسمت. میبینی برخورد کرده، یه کندل سبز تشکیل شده. احتمالش هست که 2 دقیقه دیگه که کندل 1 ساعت عوض میشه روند دوباره برگرده به سمت سعودی نسبت به این کندل سعودی که این همه اومده بالا. درسته 2 گام اومده بالا دیگه، پس احتمال داره دوباره برگرده بالا. ولی یه کوچولو صبر میکنیم، یه 2 دقیقه صبر میکنیم ببینیم چی میشه. حالا سوالی دارید بپرسید. سوال تا الان هیچ سوالی ندارم، خیلی خوب عالی توضیح دادی. قربونت برم. استاد یعنی الان اگه این کندل سعودیمون این خط فیبوناچی رو بشکنه، خب مثلا ممکن بره بالاتر، سقفم مثلا بشکنه دوباره بره بالا. احتمالش هست بیاد تا اینجا بیاد. ببین الان توی این دامنه داره حرکت میکنه، احتمال داره الان بیاد به اینجا برخورد بکنه بره بالاتر. ممکن هم هستش که دوباره برگرده پایین بیاد این پایین تر رو بیاره، چون منظور 1 گامو داره میره. نگاه کن اگه من از اینجا بیام قصهش رو در نظر بگیرم، نگاه کن درسته این 1 گام، این 1 گام، این 2 گام. خب الان اومده این گاممونو یه دونه‌شو پر کرده، اومده پایین تر، میخواد برگرده دوباره بیفته توی این گام. حالا من یه ذره پایین تر در نظر بگیرم، اینجا رو در نظر بگیرم. درست شد؟ دقت کن قشنگ. درست. میشه وسط گاممون، درست این میشه کفمون، این هم میشه سقفمون. تو 1 ساعته ببینیم چه حالتی داره. نگاه کن درست این 1 گام، این 2 گام. الان اومده اینجا برخورد کرده، ممکنه توی این 24 ثانیه دیگه دوباره برگرده به سمت بالا این گامو پر کنه. درسته؟ چرا؟ چون اینجا رو نگاه کن توی این قسمت، میبینی؟ توی این قسمت درسته؟ نه استاد صفحتون ضعیفه، دیر جابجا میشه. الان میبینی صفحه رو؟ درست شده. الان نگاه کن توی این آره صفحه الان
اومده چیکار کرده؟ خورده به اینجا برگشته بالا، دوباره اومده ممکنه اینجا بخوره برگرده به سمت بالا، ممکنه مثلا برگرده به سمت پایین. الان ما میایم اینو پایین. چکش میکنیم. آره یه دوست دیگه هم اضافه شد، ببینیم کی هست. خب استاد الان باید اینجا فقط صبر کنیم. آره صبر کنیم ببینیم. الان نها کن 1 ساعته اومد شکل گرفت اینجا. دقت کن ببین، همیشه کندل 1 ساعته که عوض میشه تا 5 دقیقه زمان میبره تا خودشو پیدا بکنه. نها کن الان 2 دقیقهش گذشته. بیایم تو تایم فریم 5 دقیقه نگاه کن قشنگ. اتفاقی که افتاده رفت. آره ولی کندل سعودی ها استاد ضعیفن، امکان اینکه سعود نزولیشه بیشتره تا اینکه همه چی سعودیشه. امکان داره، همه چی امکان داره. دقت کن اینجا رو ببین، به سمت پایین داره میادش. ممکنه الان بشکونه به واسطه این ریزشی که داشته، ممکنه هم از تحت تاثیر این قصه قرار بگیره که 2 گام اومده بالا، بیاد به سمت بالاتر، یعنی بیاد اینو پر کنه بره بالاتر. چرا؟ تو 1 ساعته رو نگاه کن، درسته این شکسته اومده پایین ولی هنوز کندل دومی جونی واسه قصه نداره، ممکنه برگرده به سمت بالا. پس ما همه احتمالی رو میدیم. برای چی ما اینجا داریم ثبت میکنیم؟ برای اینکه ببینیم این خط حمایتی که 2-3 بار ضربه خورده بهش رو میتونه بشکونه بریزه پایین یا نه ممکنه نتونه بشکونه دوباره برگرده بالا. چون نها کن از اینجا برگشته بالا، درست شد؟ اومده اینجا، اینجا هم شکونده رفته بالا. الان هم اینجا رسیده به اینجا، ممکنه دوباره ضربه بزنه بره بالا. حتی تو 1 ساعتش رو نگاه کن، بذار تو 1 ساعتش رو نگاه کن، این 1 ساعت قبلی، 1 ساعت قبلیش رو نگاه کن، اومده خورده به اینجا رفته بالا. پس این احتمال داره خط قوی باشه. ممکنه هم هست نه، مثل الان که میبینی داره میشکونه به سمت پایین، بشکونه به سمت پایین و کندل دوم وارد پوزیشن بشه. بیشترین حالتی هم که توی 1 ساعته، وقتی کندل 1 ساعته عوض میشه 5 دقیقه شو باید ثبت بکنی. ببین چه اتفاقی افتاد. میبینی رو اینجا داره بازی میکنه، توی 1 دقیقه اینجا بهتر متوجه میشه. آره روی این قسمت داره بازی میکنه.
که ببین نگاه کن، با این که احتمال ریزش خیلی زیادتره، ولی همون قدم احتمال افزایش شما داریم. یعنی نباید ریسک کنیم. اینجاست که شما صبرت مشخص میشه. اگر حول اینو داشته باشی که هر جور شده بخوای یه پوزیشن باز کنی، اینجا میای بر فرض مثال میگی که خب این الان معلومه میخواد سل بشه، میای سل میگیری، یه دفعه میبینی از همینجا برگشت به سمت بالا. اگر هم بگی که خب باید یه کاری بکنم، حتما الان برمیگرده بالا دیگه، 2 تا کندل زد میخواد برگرده بالا، روی خطم است، بذار بایشو بگیرم، میاد یه ذره بالاتر دوباره برمیگرده پایین. پس ما کی باید اصول اساسی رو رعایت بکنیم؟ اینجا الان ما شکستمون اینجا انجام شده، درسته؟ شکستمون تو این قسمت انجام شده. الان ما میایم این خط رو نصب میکنیم، این کانالمونه دیگه، درسته؟ اگر این خطمون رو شیکون به سمت بالا، اگه خطمون رو شیکون به سمت بالا، ما وارد پوزیشن بای میشیم. کجا؟ این کندل بیاد، کندل دوم وارد میشیم، میریم بایش. ولی اگر شیکون به سمت پایین، از اینجا شکست انجام شده، این یک گامو داده، میخواد داره برای گام بعدی. درست. اوکی، پس یه کوچولو دیگه صبر میکنم. بله درست. خب حالا الان به من بگید شما این صبره رو انجام میدید یا نه؟ سخته. خب حالا ببین اینجا یکم مشکل باید روش یکم آره تمرین زیاد بکن. حالا ما میگیم که بر فرض مثال الان اینجا رو شیکوند اومد به سمت پایین. خب ما طبق چیزی که گفتیم از اینجا اگر پوزیشن سل رو من گرفتم، اومد اینجا مثلا سل رو من گرفتم، 10 پیپ میایم پایین تر، ببین تقریبا اینجا حد ضرر بزرگمون رو میذاریم. خب مثلا اینجا میشه حد ضرر بزرگه، درست شد؟ یه بار دیگه چک بکنم. درست. تقریبا اینجا میشه، اینجا میشه حد ضرر بزرگمون. گفتیم هم 3 پیپ هم برای حد ضرر کوچیکمون در نظر میگیریم اگه بای بخوایم بگیریم، درست شد؟ اینجا هم میشه حد ضرر کوچیکمون. ببین اینجا 3 پیپ، این هم میشه حد ضرر کوچیکمون، که اگر من بای گرفتم اومد به اینجا خورد، من به صورت دستی میبندم. چرا؟ چون به اینجا بخوره دیگه روند صعودی نیست، روند دوباره نزولی شده، چون خط گامو پر کرده میره واسه گام بعدی. حالا همین قصه واسه بایه. نگاه کن، من اینجا میام قصه چیزو قرار میدم، 10 پیپمو قرار میدم، فرض کن ما سل گرفتیم، درست شد؟ این 10 پیپ. حد ضرر کوچیکمون کجا میشه؟ حد ضرر کوچیکمونم 3 پیپ بالاتره. آفرین، میارم اینجا میذارم. حالا من اومدم آقا هول شدم اصلا، یا خواستم یه کاری بکنم، اصول سرمایه اولیه‌مو رو رعایت کردم، بعد حد ضررم هم گذاشتم، حد سودم هم گذاشتم. حد سودم هم همون 1 به 1 هم که بذارم میشه مثلا اینجا 10 پیپ بخوام بذارم، حد سودم هم میشه تقریبا اینجا، بذار حد سودم هم میشه تقریبا اینجا، درست شد؟ حد سودم رو گذاشتم، حد ضرر بزرگم هم گذاشتم، حد ضرر کوچیکم هم گذاشتم. حالا برفرض مثلا من اشتباه کردم، اومد یه ذره پایین تر، خب من سیو سود نکردم، برگشت به سمت بالا خورد به اینجا، دیگه از اینجا به بعد نزولی نیست دیگه، صعودی شده. من اگه هی بخوام صبر کنم، اینو ببرنش بالاتر، اینو ببرنش بالاتر، اینو ببرنش بالاتر، حد ضررم میخوره، حد ضرر بزرگه. بعد حد ضرر بزرگم من بخوام تغییر بدم، چقدر ضرر میکنم؟ خیلی. ولی اگر خودم پابند این قصه بکنم، روی این 3 پیپ ببندم، اینجا نهایت چقدر ضرر میکنم؟ نهایت مثلا $5 ضرر میکنم. از اینجا به بعد میگیرم تا خود همینجا که ممکن بود حد ضررم بخوره 30 پیپ سود میکنم، 5 پیپ شب میره 25 پیپ سود کردن، یعنی $25 تقریبا، مثلا حالا هر چقدر میشه $25 سود کردن. اوکی؟ اوکی درسته.
خب الان نگاه کن، هنوز جونی پیدا نکرده. ببین تو 1 دقیقه رو نگاه کن، هنوز جونی پیدا نکرده آره که ما کندلا بگیم ضعیفن. بعد نگاه کن توی 1 دقیقه الان کفه یعنی صفحه پر شده. همیشه اینا رو هم در نظر بگیرید، صفحه پر شده، احتمال اینکه این پایین برگرده به سمت بالا رو داریم، چون وقتی بخواد مثلا بر فرض مثال ادامه پیدا کنه تو 5 دقیقه میبینی الان ادامه داره به سمت پایین، ولی تو 1 دقیقه آره. صفحه جا نداره، ممکنه برگرده به سمت بالا. همه این ریزکاری ها رو هم باید در نظر بگیریم. توی 1 ساعته ببین چقدر فاصله داره، توی 5 دقیقه هم فاصله داره، پس میتونه نزول بشه. درسته؟ درست. باز دوباره یه کوچولو باید صبر بکنیم ببینیم چی کار میخواد بکنه. خب ببین دیدی رفت با سمت بالا، توی 1 دقیقه شد. درست. نگاه کن اومد به سمت بالا. حالا فرض کن ما عملا سل گرفته بودیم، نگاه کن هنوز به این حد ضرر کوچیکمون نرسیده. درسته؟ بله درست. خب حالا ما صبر میکنیم ببینیم اینو میتونه بشکونه به سمت بالا بره. اصلا اینو ملاک بایمون قرار میدیم، میگیم آقا اگه اینجا رو شیکون من بای میگیرم، چون اگه سل گرفته بودیم اینجا میشد حد ضرر کوچیک دیگه، بعدش رو باید بای بگیریم دیگه. پس صبر میکنیم ببینیم اینو میزنه، اگه زد ما بای میگیریم. درست. بعد استاد من یه جا دیگه شنیده بودم مثلا میگفت هر کسی ترید میکنه روند نزولیه، مثلا داره به نزول میاد، بعد تو بایشو گرفتی اشتباه کار کردی، بعد وقتی که نزول میاد بعد تو دوباره نزول رو میبندی، دوباره بای باز میکنی، دوباره مثلا روند دوباره شکسته میشه، همینجور میاد پایین ضرر میکنی. راست میگن؟ خب مثلا میگن پشت سر هم باز نکنی. دیگه فرض کن اینجا شما اومدی سل گرفتی، اینجا تو این قسمت نگاه کن، تو این قسمت سل گرفتی. خب روند داره میاد پایین، همینجوری میاد پایین به شما سود میده. ولی فرض کن اینجا بای گرفته باشی، این کندل سبز رو میبینی؟ شما فرض کن بای گرفتی، میاد سل میشه. تا کجا باید صبر بکنی؟ تا 3 پیپ. تا 3 پیپ. آره. اگر نه شما بگی که الان برمیگرده نگاه کن چقدر ضرر شد. درسته شاید اینجا برگرده، ولی ممکنه بیاد تا اینجا دوباره برگرده به سمت پایین، یعنی یه ذره امیدوارت بکنه و که خب الان برمیگرده، دوباره برمیگرده اینجا بازم امیدواری. ولی اگر خودتو ملزم بکنی که من اینجا بای گرفتم، آقا اشتباه کردم، اینجا شکسته شد، تا 3 پیپ بیشتر صبر نمی‌کنم، اینجا 3 پیپ میبندمش، میرم به سمت پایین تریشو میگیرم، چی میشه؟ میافتم تو سود. ولی اگر بر فرض مثال من اینجا بای گرفتم، اینجا اومد یه ذره پایین‌تر، گوش کن بعضی این کارو میکنن، میاد اینجا یه ذره پایین‌تر، میاد یه پوزیشن بای دیگه باز میکنه، میگه الان که برگرده من 2 برابر سود میکنم. دوباره یه ذره میاد پایین‌تر، میگه یه چی دیگه هم باز میکنم، دوباره یکی دیگه باز میکنه، میگه الان برمیاد. این میشه چند تا؟ میشه 5 تا پوزیشن باز میکنه تا اینجا بیاد 5 برابر ریسک، یعنی به جای 2% 10% ریسک کرده. بعدم بر نمیگرده اینجا دیگه، از ترسش 5 تا پوزیشن رو میبنده، یه ضرر هنگفتی میکنه، مثلا $200 ضرر میکنه، خب خیلی براش سنگین میشه. میاد اینجا میگه که خب سل شد دیگه، میگه اینجا دیگه سل شده دیگه، اصلا این همه من صبر کردم اشتباه کردم، سل شده. میاد اینجا سل میگیره، برمیگرده به سمت بالا، بای میشه. درست شد؟ دوباره میفته تو ضرر، دوباره میفته، میگه بای سل بگیرم دیگه، اینجا برعکسشو باید میگرفت، باید بایشو میگرفت. میاد بای میگیره، میره بالا میره بالا میره بالا، اینم هی هر دفعه میره بالا تا یه پوزیشن طبق این عادت قبلیش باز میکنه که الان برمیگرده پایین سل میشه، الان برمیگرده پایین سل میشه، نه $200 اینجا ضرر میکنه، $200 هم اینجا ضرر میکنه. این اتفاقیه که اکثر کسایی که ضرر میکنن تو این دام دوچار میشن، یعنی امیدواری
الکی، امیدواری بیهوده. ولی شما ملزم کنی خودتو به رعایت اصول، ریسک رو رعایت بکنی، نقاط ورود خوب وارد بشی. الان نقطه ورود خوبی نیست، من حالا هی چقدر وایسم بابتش که آقا من باید حتما تو اینجا پوزیشن بگیرم. خب آقا نقطه ورود خوبی نیست، تو یک دقیقه نگاه کن چه رنجی تشکیل داد. حالا هی بیام چیز کنم، اسمش چیه، خودم رو توی فشار قرار بدم که اینجا نقطه خوبیه. الان یه ذره شیکون به سمت پایین، درسته؟ درست. خب حالا من میام الان اینجا سل میگیرم، دقت کن، من اینجا میام سل میگیرم، حد سودمو میذارم اینجا، به من میگه که اگه اینجا بخوره 60 پیپ سود میکنم. حد ضررم هم میذارم اینجا بر اساس 10 پیپ. حد ضرر کوچیکم هم اینجا 3 پیپ گفتیم دیگه، درسته؟ درست. اینجا 5 پیپه، میارمش یه ذره پایین تر. خب حالا صبرمو میکنم که ببینیم تا کجا میره. اینجا سیو سودامم بر اساس خطوط فیبوناچی من انجام میدم. الان نگاه کن، $11 رفت تو ضرر. درست. خب نه اینجا باید هول بشم چون قرارمون رو گذاشتیم روی این 3 پیپی که اینجا هست، درسته؟ قرارمون گذاشتیم روی این 3 پیپی که اینجا هست. حد سودامم یعنی سیو سودامو بر اساس خطوط فیبوناچی بخوام اندازه بگیرم، ببین اولین حرکت اینجاست، به اینجا که خورد من میتونم سیو سود بکنم. بذار ببینیم چه اتفاقی میفته. این بازی کردنه رو میبینی، این ما باید خیلی حوصله نسبت به این قصه داشته باشیم. ما میخوایم روی اینجا سیو بکنیم، نهایت میخوایم مثلا $10 سود بکنیم. خب نباید اینو حوصلمون رو از دست بدیم که آقا رفت بالا رفت پایین، وای صبر کنم. نه، بعدش هم پوزیشن اضافه تر نباید باز کنیم که الان مثلا رفته بالا بگیم تا میادش پایین یه پوزیشن دیگه هم باز بکنم. ما باید وایسی به سرانجام برسه. این کندل بسته بشه ممکنه کندل بعدی بیاد تا اینجا پایین، بعد دوباره برگرده به سمت بالا، ممکنه هم از ادامه بده تا پایین. درست. یک دقیقه شو نگاه کنیم، ببین درست روی این خط داره حمایت میکنه که از این پایین تر نره، درست روی این خطی که هست. این احتمال برگشتش خیلی بالاتره. میبینی چه بازی داره اینجا میکنه؟ پس من باید زود سود بکنم. متوجه میشم که نگاه کن 4 بار توی 1 دقیقه ضربه زد. درست شد؟ درست. خب الان من اینو سیو سود میکنم، $3.96 به من سود داد، درسته؟ بله. 1.42 کمیسیونش شد، تقریبا $2 واسه من سود گذاشت. ولی الان نقطه خوبی برای ورود نیست. چرا؟ چون هم خیلی کنده، هم درست رو مرزه، هم اینکه
احتمال این که توی 1 ساعته برگرده به سمت بالا نسبت به این شکستی که داره، یعنی روندی که داره، میبینی این شکست نمیتونه جوندار باشه. ممکنم است جوندار باشه تا این پایین بیاد، ولی من باید چیکار بکنم؟ چند بار توی اون جزوه، توی اون از کنم که پاورپوینت ها توضیح دادم، گفتم اگه من همیشه پوزیشنای با احتمال بالا میگیرم، حتی یه بارم نباید پوزیشن با احتمال پایین رو انجام بدم. الان توی این قسمت ما پوزیشن با احتمال پایین رو داریم، پس عملا نقطه خوبی نیست که من بخوام ریسک بکنم و کار انجام بدم. درست. اوکی. بله درست. خب اگه سوالی هست بپرسید. بعدش هم کاری که میکنید این روند رو الان من میذارم توی هم پکیج میذارم، ببینید هم آقای محمد مهدی کرمی هم که الان از قم تماس گرفته، هم آقا پویا، شما ببینید و بچه‌های دیگه هم میگم که اینو سیو شدهشو ببینن. دقیق روی همین قصه‌ای که بهتون گفتم تمرین کنید، هیچ کار دیگه ای نکنید. مطمئن بودید، مطمئن نبودید، گیج بودید، حالتون خوب نبود، اینا اصلا تمرین نکنید. فقط موقعی که اخبار رو دیدید، ساعتهای نوسان خوبه، مثلا ساعت 10 صبح با 4 بعد از ظهر، بعدم این که حال خودتون خوبه، مدیریت سرمایه رو رعایت کردید، مدیریت ریسک رو رعایت کردید، مدیریت احساسات خودتون رو دارید، بعد بیاید وارد پوزیشن بشید. الانم اینجا رو من قطعم که کردم، این نقطه رو دارید دیگه، رو صفحه خودتون چک بکنید. اگر اومد بالای این خط سپیپه، شما میتونید روند صعودی رو بگیرید. اگر هم نیومد، توی رنج قرار گرفت، دیگه پوزیشنی باز نکنید، برید برای فردا عملا. اوکی؟ باشه، دستون در نکنه. مرسی، زنده ممنون. باشی، زنده باشی عزیزمید. اگه سوال دیگه نیست من قطع کنم سفر. نه خیلی ممنون، زحمت کشیدی. قربونت برم عزیزمی. آقا پویا شما صدا چیز نداری؟ صدامو داره آقا پویا؟ سوالی نداری؟ خب اونم صدای من هست. نه اونم نوشت ممنون. آقای کرمی شما سوالی ندارید اگه صدامو داری؟ خیلی هم آقایید، خیلی هم آقایید. جلسه بعدینم فکر کنم پنجشنبه ساعت 7 بتونم برقرار کنم. تمام تلاشمو دارم میکنم که این پنجشنبه ها مستمر بشه. دوستتون دارم. درسته. بعد استاد میشه یه زمانی بذاریم به کلاس حالا که نوسانات خیلی بالا باشه؟ خب باید هر دفعه تمرین کنیم دیگه. مثلا هفته پیش پنجشنبه همین ساعت 7 فوق العاده نوسان بالا بود، چون 2-3 تا خبر خیلی چیز داشتیم، خیلی شدید داشتیم، نوسانهای بالایی ایجاد کرد. نمیتونیم عملا چیز داشته باشیم که بگیم که آقا حتما اون ساعتی که میذاریم نوسان بالاست یا نیست. همین کاری که الان میکنیم و 1 ساعت به 1 ساعت هر هفته چک میکنیم، حالا پوزیشن هم میگیریم، تمرین هم میکنیم تا به هر حال نتیجه کافی براتون شکل بگیره. باشه، خیلی ممنون، دستون در نکنه. مرسی. دلمی قربونت برم. خدا نگهدار. خداحافظ. خدا نگهدار. خدا.